سلام بچه‌ها، مخلصم و چاکرم. خوش اومدین به چنل خودتون بچه‌های خفن مفن چنل. توی این قسمت ولاگ کامل بلاگ سفر بلاگر ایرانی به تاجیکستان رو داریم در دو پارت، یعنی همه سفرهایی که داشته به تاجیکستان و همه روزها رو در دو پارت واسهتون آماده کردم و امیدوارم که دوست داشته باشید. حتما تا آخر ببینید بچه‌ها. لایک و کامنت هم که یادتون نره. 1 2 3 لیتس گو. اگر زبان فارسی نمی بود ما صحبت کردن نمی عجب کلاهی داره. شاهنشاه کوروش بزرگ و خیلی زیاد با ایران صحبت کردم و خیلی دوست داره. تاج شباهت بسیار زیادی وجود داره با تاج کیانی. به 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 به، چقدر قشنگه اینجا. شما یا خودتون الله. آواز میخونید؟ برامون آها. میخونید امروز؟ حرکت میکنم. ببین یه چیزی بهتون بگم، هر چیزی که در مورد این موضوع شنیدید که تاجیکا ایرانو دوست دارن 100% درسته. راست میگه بچه‌ها. خب منم خیلی شنیدم، من یعنی خیلی شنیدم از بچه‌های تاجیکستان که کامنت میذارن میگن که ما عاشق ایرانیم. یکی اصلا بود که میگفت دنبال زن ایرانی میگشت. میگفت که من عاشق اینم که بیام ایران ازدواج کنم، تشکیل خانواده بدم. من گفتم ما هم عاشق اینیم که بیام تاجیکستان تشکیل خانواده بدیم. یک خنده کنه گل، یک خنده کنه. به 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 به. اوه اوه اوه. اسمی فلکه چیه بچه‌ها؟ بیژن مرتضوی. بیژن مرتضوی هست، بسیار نوازنده عجایب. این قومه هایی هست که در باستانشناسی معروف به قومه اشکانیان آریایی. اوه بچه‌ها، من عاشق این کلاه، این کلاهی که روش نوشته تاجیک، من عاشق اینم. خیلی قشنگه. ما داریم تو افغانستان پکل، ولی اینو من نمیدونم اسمش چیه. رنگ‌های مثلا سبز و قرمز اینا هم داره با خودش. ماشاءالله ماشاءالله. اسم چنل هست بچه‌ها ساعت 0. سلام بچه‌ها، در یکی از هیجان انگیزترین سفرهای عمرم هستم و قرار تکه‌ای دور افتاده از ایران رو بعد از قرن‌ها ملاقات کنم. عجب جمله گفت. در این سفر. بی در اولین مواجهه هم با مردم تاجیکستان، نکته که برام جالب بود موسیقی های ایرانی بود که در تاکسی های دوشنبه شنیده میشد. به مثال بچه‌ها، خب من اینقدر دوست دارم چون تاجیکستان تنها جزو معدود جاهاییه که ویزا نمیخواد. با یه چی میگن، یه بلیت میگیری و میری تاجیکستان. یعنی این باحالی رو داره، مثلا تقریبا مثل ترکیه. بعد برات خیلی جالبه که بدونی مثلا وارد این کشور میشی چه اتفاقاتی میفته، با چه چیزایی روبرو میشی، چون شما جفتتون فارسین. خب زبونتون فارسی مشترکه و انگار که مثلا از یه شهر، از یه استان تو ایران میری یه استانی دیگه، تقریبا مثل اینه دیگه. که منو از فرودگاه به سمت خونه میبرد، داشت مهستی گوش میداد. اوه مهستی گوش میکرد. دوست بسیار قدیمی من هادی تامس که بعد حدود 12-13 سال در تاجیکستان همدیگر رو دیدی. این هم تصویر خونه ایه که در چند روز آینده قرار ما اینجا زندگی بکنیم. چه خونه ای؟ در محله نسبتاً مدرن و جدید و خیلی با کلاس شهر دوشنبه. قشنگ مشخصه که آب و هواش هم خیلی خوبه ها. به 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 به، چقدر از این زاویه شبیه ترکیه است. در شهر دوشنبه پایتخت تاجیکستان هستم، اینجا در خیابان رودکی و همینطور که می‌بینید من عاشق اسم خیابوناشم. اسم خیابوناشم یکی رودکیه، اسم یه خیابون خیامه، اسم یه خیابون مولوی کوروشه. یعنی خیلی جالبه. تو خود ایران محدود میذارن این اسما رو روی خیابونا بعد انقلاب، ولی تو تاجیکستان نه. فضای شهری، نوع پوشش مردم، بارون هم کرده فکر کنم. بودن شهر بسیار بسیار شبیه شهرهای ایران. دقیقاً. همراه من باشید تا بیشتر با
تاجیکستان تکه‌ای جدا شده از سرزمین مادر ایران بیشتر آشنا. عجب جمله گفت. تاجیکستان تکه‌ای جدا شده از سرزمین مادری ایران. این خیلی جمله عجیب غریبی بود. چی هم همین جوریه دیگه. افغانستان هرات بعد قاجار جدا شد، یعنی تو دوره قاجار جدا شد. همینطوری که دارید تو این تصویر میبینید بخشی از محله‌های شهر دوشنبه بسیار محله‌های زیبا و مدرن و لوکسی هستند. بجز اینها شما به عنوان یک ایرانی چیزی که نظرتون رو خیلی زیاد جلب میکنه ماشین‌های جدید و درجه یک اروپایی و آمریکایی که متاسفانه تو کشور ما به دلیل مسائلی که خودتون میدونید فعلا از اینا چه ماشینایی؟ فراری. آفرین. اینجا یکی از بازارهای اصلی شهر دوشنبه است، بازار مهرگان. پیدا میشه انواع اقسام تازه و خوش. نکته جالب برای من علاوه بر سبک معماری در دوشنبه نام‌های اصیلی است که تاریخچه بسیار بسیار قدیمی داره. بعضی از این نام‌ها حتی از پیش از زرتشت هم در فرهنگ اقوام ایرانی حضور داشت. راست میگه، این واقعا راست میگه. بازار مهرگان یکی از بازارهای اصلی مواد غذایی در شهر دوشنبه بود و اما این نونای زیبا که دستپخت خانومی که در تصویر می‌بینید بسیار بازار مهرگان هم تنوع زیادی داشتن. فضای کلی بازارم برای ما ایرانی‌ها اصلاً چیز عجیب و غریب و غریبه‌ای نبود. آره دیگه، مثل پنجشنبه بازارها و جمعه بازارهای خود ایرانه. رنگارنگه. اینجا هم منتظر بودم که خیلی سریعتر برم به مقصد بعدی، مقصدی که دل تو دلم نبود تا نزدیک ببینمش. مجسمه‌ای که پشت سر من میبینید مجسمه شاه شاهان، خسرو دوران، شاه هفت گوشه دنیا، شاه ایران، شاه ایلام، شاه انشان، مردی پارسی از تبار آریا، شاهنشاه کوروش بزرگه. نکته جالبه که در پایین این مجسمه متن کوتاهی نوشته شده که به شکل تاریخوار اقدامات مهم کوروش کبیر رو ذکر کرده. اینکه چطور ای والا ببین وسط دوشنبه مجسمه به این عظمت از کوروش کبیر رو گذاشتن اونجا بنا کردن. چقدر خفن، چه زیباست. بچه ها من باید برم، راه نداره، باید برم تاجیکستان. آفرین آفرین. راه ورودی این هتل کلا همین آبه، باید با قایق همین مسافرها رو میبره یا نه راه دیگه هم هست؟ اون طرف بسیار اهمیه. بسیار شو از مسیر آب باید برن. به 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 بسیار به 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 بی‌نظیره بچه. طلبات زمانه جوابگو، یعنی که میتونیم که مهمونامون کدام منطقه که بیاین درست میشین شما ایران دیگر دولت‌ها میاین اینجا جای امنه، جای تین جای به حضور مهمونو خوب میرون. مهمان خونه داره، خوراک‌های خوب داره. بسیار به به. اوه چه آب زلالی. این آب بچه شیرینه. بهمون یه اطلاعاتی بدین در مورد این آب. خوردنیه؟ شرب شیرینه؟ یعنی میشه خوردش؟ به به. اوه چه زیباست. اوه رفت بالا. یک آب و هوای مشتی اصلا تو دوربین معلومه. میزان بی‌نظیره به خدا، تک نمونه. بریم پیاده شیم هتل رو ببینیم. به آلوچی‌هاش رو ببینیم داخل خود این دریاچه هست. حالا بهش میگن دریا بریم اینا و آلوچی‌هاش داخل دریاچه هست. بدونم داخلش چه خبره. اومد داخل اومد مرمت کاری شده. چی خونه نمیشه ازش گذشت وسط آبه. کیف بذارم تو اتاق؟ بله. آقا من میارم. هتلش اینجاه. ببخشید داداش ببخشید. عذرخواهی میکنم.
بچه‌ها جان من این هتل اینجا قیمتش چقدره؟ یعنی شبی چقدر میگیره ما بیایم تاجیکستان بیایم اینجا؟ این هتل مهمانپذیر رستم سهراب چقدر قشنگه بچه‌ها. اینو بپرسید قیمت اینا رو اگه دارید ببینید چقدر اینجا. من نمیخوام. به به گپ شکم اکای علی گپ شکم ها شکم سر کنیم بیا گپ شکم باش زنده باش. بفرمایید ماشاءالله که دریا رو ما هم ببینیم اینجا ایشان کنار دوستان جون. ببین فارسی زبان ها اینجوری مهمان نوازن. این جمله رو یعنی این ویدیو رو باید نشون بدی به باقی کشورها، به باقی دنیا، به باقی کشورها، ببینی اتحاد و زیبایی این که فارسی زبان ها چقدر با هم متحدن و چقدر همدیگه رو دوست دارن و چقدر مهمان نوازن. یعنی این باید سلوحه تمام دنیا بشه، این محبتی که بین کشورهای فارسی زبان ایران باستان، ایران قدیم، یعنی تاجیکستان، ایران، افغانستان هست. واقعا ایول. اینا همه حلاله؟ ای بابا این برجامی برای حل کردن یاش همه نوشوکیه اینا نمیشم خوبه. آب گازدار به نوشابه میگید؟ آب رنگی یا آب گازدار میگید؟ آب گازدار به نوشابه. بچه ها الکل، نوشیدنی های الکلی و مشروب آزاده توی تاجیکستان؟ یا آب چیز بزنیم ببخشید دست درد نکنه. شما زحمت کشید ببخشید بد کردید. ویو رو فقط اینجا ماشاءالله زیباست، بیشک خیلی زیباست. ماشاءالله چیزی رو راجع به اینجا من نمیدونستم آقا. یعنی شرمنده‌مون کردن، واقعا شرمنده‌مون کردن. دوست مراد جان داداش ما شرمنده‌تیم به خدا. من خبر نداشتم اینجا رو کلا قرخ کردی، خالی کردی که فقط ما اینجا باشیم. زنده باشی. ما که هنرمنده، ما که ایجادکاریم، ما درد شما رو میفهمم. زنده باشی، فدات بشم. ما ایجاد کنیم یک خیلی خوب بود. به خدا اصلا راضی نبودم به این کار. کل اینجا رو خالی کرد، فقط پرسنلش موندن که ما اینجا راحت باشیم. به خدا یا خدا بتونم عمری باشه جبران کنم این خوبی و این محبت تو. شما مهمانو خوش اومدید، حلاوت ببرید. من فدای تو. یا خدا همه اینجا رو خالی کرده، قرخ کرده واسه مهمان ایرانی. این بازیگر بچه‌ها تو کامنت ها بنویسید این بازیگر خواننده سلبریتی چیه؟ هنرمنده؟ چی کار میکنه که اینقدر با معرفته؟ خیلی لوتیه. فدای تو بشم، من فدای تو بشم، اینقدر مردی فدای تو بشم. چی بگم؟ از این همه محبت اشکم در اومد. این بالا یه باغ پرندگان زدن. خیلی کارش خفنه. این پرنده هاشم ببینی بی‌نظیره. اینجا مجسمه‌های قرقاول و این داستان ها هست. دیدی قرقاولو؟ این هتل به به چه زیبا، چه زیبا. خیلی مخلصیم. میاد هنر و معماری ساخت این تخت‌ها. شما بهش چی میگین؟ نه کندکاری که ما میگیم کندکاری. این به این تخت چی میگین؟ ما میگیم تخت. کت. بعد این سبک شبیه به مثلا سبک چینی، هنر چینی، هنر معماری ایرانی، یه چیزی تلفیقی ولی خاص تاجیکستانه. واقعا ویژه است. چقدر زیباست. تو ایران کسی اینجوری درست کنه من یه دونه میگیرم برای خودم. خیلی باحال و سلطنتی هستن. سقفش رو مثلا این پرده‌ای دورش میاد. ایول. به به. شوربای دم گاو. شوربا میگن دم شوربا. این دم گاوه، درسته؟ به شوربا ما میگیم شوربه. ما میگیم شوربه خورشتی مدل آبکی. شوربا یه چیز شبیه آبگوشت. تو ایران یه خورده متفاوته ولی توی افغانستان هم مثل آبگوشت خودمون شوربا. دم گاو. دم گاو خوردنیه مگه؟ بذارید من مزه کنم برم چیزیه. نه خیلی خوش مزه.
گوشت گاوش هم داغه، یه تیکه کوچیک اومد. بسیار عالی، بسیار نغز است. رفقا این یه طعم گیاهی خاصی داره. این سبزی‌های کوهی فکر کنم همینجا باشه، درسته؟ از گیاهای همینجا درست شده و یه طعم سبزی کوهی خیلی باحال. البته سبزی اینجا به هویج، به همون زردک میگن سبزی، ما به همین چیزای سبز میگیم سبزی. بله درسته. خیلی طعم باحال، جذاب و از طعم گیاهایی که میگه معلومه. چه غذای خوشمزه‌ای. اشکال نداره. این رزشکا آهنگو نگاه کن، قرق هم کرده اونجا. جای ما خالی. بعد تورو میگه تورو. ما به همینش میگیم تورو و اینو بخوری. من دوست دارم بخورم، منتها بخورم مثل اون آبگازدار فیس فیس از آدم در میاد. میاد چرا اذیت میشه؟ آب و هوا اینجا خراب میکنم. دیگه رفقا الان غذای بعدی این کباب آوردن و کبابش به شدت نرم، خوشمزه، خوشخوراک، خیلی عالی. گوشت گوسفنده درسته یا ممکن من راسته گوسفند درسته اینجا زیاد نمیخورن، درسته؟ من شنیدم بهشون سازگار نیست. نمیخورن، گوسفند هم میخورن، گوه هم میخورن، بز هم میخورن، هم باشن. بیشتر این گوشتی که میخورید چیه؟ بیشتر گوسفنده. بیشتر گوسفنده. من شنیدم مثلا گوسفند اینجا زیاد باش اوکی نیستن، پس فرق نداره گوسفند استفاده. شما بگین بچه‌ها گوسفند اوکی هست؟ کره و نمیدونم گوسفند و اینا تو تاجیکستان بیشتر استفاده میشه یا گوساله و گاو و اینا؟ نه میخورن. خیلی عالی. چقدر خوشخوراکه. چقدرم رسیدم به کشورهای عربی میری اصلا عضو جدا نشدنی این کباب. آقا محمد علی عزیز این چند روزه هم همش ماشاءالله خوجند مهمون ایشون بودیم. توی خوجند مهمان داداش بودن. چه قایق خوشگلی. اینجا آب اون دریا. سلام، خسته نباشید. مخلصم. ارادت. خوبی شما؟ سلامت باشید. قربان شما. اینجا ویلای آقا محمد علی عزیز. بفرمایید شما. بفرمایید. این چند روزه مهمون ایشون بودیم و توی خوجند مهمون ایشون هستیم. بزرگواری کردن اینا. قایق گذاشت اسکی رو بفرمایید. ماشاءالله چه ویلای، واو چه خوشگله، چه گلکاریایی. آقا راستی راجع به خوجند خدمتتون بگم، خوجند میشه گفت یکی از باستانی ترین شهرهای تاجیکستانه از لحاظ خدمت. خوجند راست میگه، اصالت و خیلی با فرهنگ، خیلی قدمت داره. مثل باقی جای تاجیکستان خاص مهمون نواز و ویژه است. اینا فکر کنم چیزی که باش آشپلو درست میکنن، درسته؟ اینا زیرش هیزومی. چقدر خوشگل، اینجا جای نان میپزن اینجا. چقدر زیبا. من هیچ بی‌نظیره. میشه گفتم وزن زیاد سوراخ میشه. چه بازی هایی داره. من عاشق اینام بچه‌ها که یه چیز نرمی هست میپای روش میره بالا، اینجوری میکنی پرت میشی بالا. خیلی بالا ولی خیلی سخته، خیلی، یعنی زانوهاتو داغون میکنه اگه بلد نباشی. به شما میگید قوره، این فکر کنم چاقال بادوم ما بهش میگیم. چاقال بادوم. بخورم به آره همون زردالو. آفرین، همون زردالو. فکر کنم اولش چاقال بادومه. گلار لگد نکن له ندم. با اجازه بسم الله ببینیم. آره دیگه همون چاقال بادوم خودمونه. اون نمک بود میذاریم. واو، من بچه‌های ایران عاشق این میوه‌ن. عاشق یعنی چجوری بگم، اینجا مثلا به کیلو 1 میلیون تومان هم میرسه. 1 میلیون تومان یعنی چند دلار میشه؟ $10. یعنی توی به 1 کیلو میشه $10، نزدیک به $10، 8-9 دلار، $10 میشه 1 کیلو از همینا چاقاله میگیم بهشون. این خود رسیده بود، هستش الان سفت بود. رفقا بقیه دارن نماز میخونن، منم گفتم این نمازی تو سفر رو کمرم بزنم دیگه. اینجا کسی با کسی کاری نداره، شیعه سنی هیچ فرقی نمیکنه،
دست بسته نماز میخونی، دست باز کسی بهت نگاه نمیکنه، خدا رو بپرست کافیه. منم نماز قولی رو گفتن این فتوای علمای خودمون میخونیم، این دوستانم نماز خودشون کسی با کسی کار نداره. چقدر زیبا بچه‌ها، چقدر زیبا. بچه‌های ایران چون اکثریت شیعه هستن دست باز نماز میخونن. علی سلطانی میگه که بچه‌ها وقت نماز شد، نماز خوندن، اهل تسننم، بالاخره دست بسته نماز میخونن. منم شیعه هستم، دست باز مدل خودم، مدل علمای خودمون نماز خوندم و اینجا کسی به کسی کاری نداره، چه شیعه باشی چه سنی باشی اصلا مهم نیست. همه مسلمان ها با هم دیگه برادرن، همه ما بالاخره فارس هستیم، فارسی زبان هستیم و این چه زیباست که کنار هم با اون تفاوت های کوچیکی که داریم کنار هم به خوبی زندگی کنیم، یعنی عاشق هم باشیم. این زیبا و این قشنگه. روش 150 یاماها ماشاءالله ماشاءالله. اوه اینو چند فرمود گرفتی؟ موتور 13000 دلار کاری گرفت. موتورش فقط 13000. بفهمید فقط موتورش 13000 چی؟ 13000 چی؟ سامان دلار در محکم کنم یا همینجور باشه؟ محکم کنم یعنی ببندم یه جای مغازه میگه بسته است میگه محکمه، همون محکمه ما 100%. واو چه جایی، چه زیبا. ببینید کلماتی که حدوداً نزدیک به 200 سال پیش، اشیایی که وارد شدن، حیواناتی که وارد شدن، چون دیگه حدوداً نزدیک 200 سال پیش اینا میشه گفت ایران و افغانستان اصلا جدا شدن. بله. اسم گذاری ها تو اونا متفاوته. مثلا دارم میگم حیوانات، خر باشه، گاو باشه، شیر باشه، پلنگ باشه، ببر باشه، عقاب باشه، این از قدیم بوده. بله. این همه مشترک. آفرین. دقیقاً. مثلا یک حیوانی که جدید وارد شده، مثلا چه میدونم شما بگو فیلمار میگن تو افغانستان، ما میگیم بوقلمون. اینا دیگه اسمش متفاوته. میوه هایی که از قدیم بوده، انگور مثلا، سیب، اینا همه مشترک. ولی خب میوه‌ای مثل انبه، مثل موز که اینا تازه بله درسته، بالاخره باید اسم جدیدی داره. یا باقی این کشورها اینا متفاوته. همینطور خیلی چیزای دیگه مثلا اتومبیل ها، موتورسیکلت، اینا نامگذاریش متفاوته. دیگه باقی چیزایی که از قدیم بوده، چه میدونم کوه و دره و دشت و نه همه یکیه دیگه. دقیق داره، راست میگه، یعنی خیلی خوب اشاره کرد. از قدیم اون کلمات فارسی که ما از قدیم داشتیم مثل همون شیر و پلنگ و اینا که از قدیم بوده، کلماتمون یکیه، مثل خانه مثلا، همه اینا یکیه. خب ولی اون چیزایی که جدید وارد زبان شده، یعنی وارد کشور شده و هر یک اسم جدایی داره، مثلا مثل همین انبه و موز که قدیم نبوده. من یادم از بنده خدای شنیدم میگه که قدیما پدر بزرگم رفته حج، موز آورده، چند دونه موز آورده. تو ایران موز نبوده دیگه. من مادرم گذاشته بود توی یخچال، داداشم از سربازی بیاد بده بهش، توی یخچال گذاشته بود، من گندیده بود، کل یخچال بوش گرفته بود فلان، چون نبود. میخواست پسرش از سربازی میاد اونم موزو بخوره، چون نبود. واقعا همینجوریه دیگه. چیزایی که جدید وارد شده، هر کسی به قول گفتنی چون دیگه این مرز جغرافیایی کشیده شده از اون زمان، آفرین. بردسازه، پیمانکار، ساختمونسازه و دفتر کارشون هم ایشون هم آقازاده هاشونن. ماشاءالله مخلصیم. ماشاءالله. و حسابی این روزا زحمت داده بهشون. جا بله آقا، بله. نیکی و کریمی بزن آقا. جا آفیس آقا محمد علی، طبقه اولشیم، اون طبقه دو نشسته بودیم، الان داشتیم فیلم میگرفتیم. چه ویلای خوشگل و لوکسی اینجاست. اسمش چیه؟ اسمش چیه؟ شرکت ساختمانی صفت کاسکاد. صفت کاسکاد. شرکت ساختمانی صفت کاسکاد. همین برادر صفت کاسکاد جواب میده. ایشون منیجره در ولایت سوخت، در خوجند. خیلی از ساختمونا رو اینجا اینا ساختن. و آره اصلا یه تیم خیلی حرفه‌ای عجیب غریب. آفرین. والله دمتون گرم. بقیه‌اش واو چه کشتی، دریایی که میگه تو تاجیکستان ما ندیدیم اینه دیگه. مهنت دستی است. یک سال اینا سازند. 350 آدم میبرن. درازیش 25 متر. یه چیزی بگم، ما توی ایران شاید ساختن این
چون خیلی میسازن راحت تر بشه. تا اینجا یه چیز رواجدار نیست ساختن همچین چیزی. استادکار جور کردن، ساختنش، درست کردن، علم مهندسیش، جمع آوریش خیلی دشوارتره. اینجا رو من قرقیزستانه، اون برای اون آبها البته خیلی هم فاصله نیست. قرقیزستان مرز آبی دارم من. یک مقداری معین است، تقریبا 1 کیلومتر. 1 کیلومتر است که اونجا دیگر هم خانه‌هایی که هست. واو قرقیزستان اون ور آباست. زبانیه خیلی عجیب، مازندران و تاجیکستان داره. بعد چیه؟ شما چندین هزار کیلومتر مسافت با هم فاصله هست. اینجا به زمین‌های برنج میگن شالی و ما هم توی مازندران به زمین‌های برنج ما میگیم شالی. چه جالب. فکر می‌کردم این لغت اصلا لغت مازندرانیه، فقط مخصوص ماهاست. جان ماشاءالله. این دریا اسمش چیه؟ عجب. خیرخوم اون هست داره خیرخوم. خیلی باصفاست. واقعا خیلی باصفاست. واو بچه ها. حالا نمیدونم جان من چه زیباست. داره اینقدر بزرگه. اینجا خب به رودخونه بزرگ میگن دریا. اوه اصلا تا چشم کار میکنه آبه. خیلی زیباست، خیلی زیباست. ماشاءالله ماشاءالله. اینجا جای باصفا بشینیم و دوستان یک ماهی نغز بزنیم. نغز یعنی کنار این آب و دریا حال میده ماهی بخوری، فقط ماهی کیف میده. واو چه ماهی خوشگلی و چقدر مغز پخت شده. من عاشق این ماهیام که بچه قشنگ کبابی بشه، قشنگ تو روغن کباب بشه، سرخ بشه. من عاشق اونم. میدونم ماهی سزن چی میشه، باید ببینم زنده شو که بگم ما تو ایران بهش چی میگیم یا اصلا داریم این ماهی تو ایران یا نه نمیدونم. ولی خب قزلالا نیست. او گل ماهی بهش میگین یا نه؟ نه گل ماهی نمیگین. ولی خب جالب اینه قبلش آبگوشت میارن، حتما باید قبلش یه دسر باشه که غذای سبک نرم بشه شکم به اصطلاح. بعد غذای اصلی آبگوشت رو جای شما خالی زدیم، شوروا بهش میگن. شوروا ما هم به آبگوشت میگیم شوروا بچه‌ها. آبگوشتی که گوشت توش خورده زیادی میمونیم بهش میگیم شوروا. چه خبر؟ آبگوشت میگیم. البته شوربا هم میگن. ما سمت آذربایجان شوربا میگن بهش. نه ما هم میگیم. ما هم تو زایدان میگیم شوربا. لطف کردن آوردم این ماهیو زد دوست مراد جان توی اینترنت عکسش نشون داد. سزن همون کپور ماست. ما تو ایران میگیم کپور. همون کپوره. درشتیه. فکر کنم مثلا دریاچه همینجا سید میشه. بعد اینجا ماهی ماشاءالله ندارن چون اینجا همش آب رودخونه و اینا آب شیرینه. آب شیرینه. آب شیرین هستن. ماهی آب شیرین خوشمزه ترین ماهیه. نمیدونم ماهی دیگه مثل کفال و سفید و اینا اینجا میشه یا نه. ما هم یه دریاچه تو زایدان سمباچستان داریم بچه‌ها، دریاچه هامون بهش میگیم که یه آب زلال و شیرینی داره که الان خوش شده به خاطر مرزبندی همین ایران افغانستان و اینا. این لنج ازلاتی اینجا بهش میگن کشتی. 70 فائز 70% اینجا آمده است. فائز به معنی درصد اینجا. فائز درصد میشه. تموم شد بچه‌ها، این قسمت هم تموم شد. خیلی خفن بود بچه‌ها. من که خیلی لذت بردم. من دریاچه به این بزرگی فکر نمی‌کردم تو تاجیکستان باشه. خیلی خفن بود و خیلی قشنگ بود. جای سرسبز، خوش آب و هوا، مردمانی خوشگل و با محبت و عشق، همه چی قشنگ بود دیگه، همه چی باحال بود. و خیلی هم مهمان نوازن بچه‌ها. خیلی ماهیش خوشمزه بود، کشتیش، لنچش، همه چیزش، بازارش، اون دریا، اون همه جاش قشنگ بود بچه‌ها. خیلی خوشم اومد من که بچه‌ها. امیدوارم که شما خوشتون اومده باشه بچه‌ها. چاکر بچه‌ها. تا دیگه در آخری ویدیو اینجا بهتون پیشنهاد میشونم ببینید، مطمئنم که خوشتون بیاد. چاکر بچه‌ها. تا دیداری دیگر، بدرود.